خلبانی این هواپیما میتونه خونت رو به جوش بیاره. نه اینکه خیلی عصبانی میشید، بلکه چون واقعا خونتون میتونه به جوش بیاد. هواپیماهای جاسوسی یودو بیشتر از 50 ساله که دارن برای ارتش آمریکا اطلاعات جمع آوری میکنن. برای اینکه ردیابی نشن باید در ارتفاع حدود 21,000 متری پرواز کنن. اما پرواز توی این ارتفاع و فشار کم هوا باعث میشه خلبان مجبور باشه یه لباس فضانوردی حدوداً 32 کیلویی بپوشه، چون اگه این لباس رو نپوشه خونش واقعاً توی بدنش به جوش میاد. این لباس هم سنگینه، هم یه کلاه شیشه‌ای خیلی بزرگ داره که دید و حرکت رو داخل کابین خیلی سخت میکنه. تازه فرود اومدن با یودو از همه چیز سخت داره. طراحان این هواپیما برای اینکه هواپیما سبکتر باشه فقط دو چرخه پشت سر هم مثل دوچرخه براش گذاشتن. همین باعث شده فرود اومدن باهاش فوق‌العاده دشوار باشه. بعدی که موقع فرود یه خلبان دیگه باید تو یه ماشین پشت سر هواپیما حرکت کنه و با بیسیم خلبان اصلی رو راهنمایی کنه.